به نظرت خواستن ما یه جور خودخواهی نبود؟ اصرار برای به دست آوردن چیزی که شاید به 1000 دلیل صلاح نباشه. میدونم داری به چی فکر میکنی افسانه، اما بدون اگه اصرار و پافشاری چشاتو کور نکنه، از مسیر اصلی هم منحرفت نکنه، در واقع خودش یه جور موهبته. خدا ذات ما آدما رو یه جوری آفریده که مدام در حال طلب کردنیم. تا یه قله‌ای از آرزوامون رو فتح می‌کنیم، بلافاصله به قله بعدی نگاه می‌کنیم. پس آرزوهامون چی؟ قله‌ها یعنی واقعی نیستن؟ البته که هستن. فاتحین زیادی هم به خودشون دیدن. اما مهم اینه که ما بدونیم اینجا هرگز پایان کار نیست. میترسم محسن، میترسم خسته شم و ارتفاعات بعدی رو نبینم. آدم نیازمند و عاشق نیازشو به پایداری نظرش حفظ میکنه و به دست میاره. ببینم مگه تو عاشق نیستی افسانه خانم؟ خدا میدونه که هستم. پس روی نظرمون پایبند میمونیم، به هیچ وجه از اصرارمون هم دست بر نمیداریم. و اگه هیچ وقت نرسیدیم؟ خب باید دید حکمت چیه. اگه هیچ وقت هم نرسیم بهش نزدیک که میشیم. روزا چقدر زود میگذره محسن. 2 ساله که بچه‌مون تو کماست. تو هم که تنهام گذاشتی و رفتی. ما با هم نذر کرده بودیم نرگس رو برگردونی، نه اینکه تو هم بری. خیلی خستم محسن، خیلی. نمیدونم کجا میرم و برای چی. بازم این ترس و تردید لعنتی به سراغم اومده. کاشکی بودی. خیلی تنها. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید دکتر. خانم بگ، بله. ما تمام تلاشمون رو کردیم. این بچه هم دیگه بر نمیگرده. لطفاً به خانواده‌اش هم اطلاع بدید. مرسی. خداحافظ. متشکرم دکتر. خانم جعفری به رادیولوژی. خانم جعفری به رادیولوژی. خیلی دوست دارم عزیزم. میدونی مامان چقدر دوست داره صدای گریه‌هاتو بشنوه؟ آره. راستی چند روزی نمیتونم ببینمت. دارم میرم سفر برای تو، اما مطمئن نیستم. میدونم تو هم موندی منو انتخاب کنی یا پدرتو. لااقل تو دیگه تنهام نذار. خانم مهدوی، التماس دعا. ممنون.
خانم بفرمایین میوه. زود باشین الان که افسانه برسه. خوف نکن بیبی. شده یه سال دیر بشه یا اصلا نشه. زبونتو گاز بگیر مرد. نس که نشد نداره. بیبی نگرانه؟ نه نگران نیست، دلتنگ محسن شده. باورم نمیشه چراغ برات امسال محسن نباشه. بیچاره افسانه. دل به جاده سپرده بودم و انگار خطوطان فاصله بین بودن و نبودن را به رخ می کشید. و چه ناچیز. نمیدونم هستم یا نیستم، میرم یا میام، یا اینکه متعلق به کجام. ای کاش کسی بود که به هم میگفت خواستنم خودخواهی نیست. این چه حکمتیه؟ راستی نرگس چطور بود؟ خب مثل همیشه. اسفندو بیار اسفندو بیار. سلام مادر. خوش آمده. خیلی خوش آمده. خیلی خوش آمده. حال شما خوبه؟ آش امسال، عطر نیمه شعبان و صدای محسن که هنوز توی گوشم زمزمه میکنه. خدایا کمکم کن. کشکشم حاضره. دست شما درد نکنه دختر گل. انگار نرگس بهانه است، بهانه‌ای برای رسیدن به خودم. خدایا میخوام دل به تو بدم، هرچی حکمت تو باشه. زنمون آقا بزرگ گفتن که آماده است بگم وانت بیاد. بگو 20 دقیقه دیگه حاضر.
افسانه جان بده مادر بزن تا تموم بشه اینا بفرمایید. خدا قبول. ممنون. خدا قبول. بفرمایید. بفرمایید. ممنون قبول باشید. بفرمایید. مرسی. خدا قبول. شما درد نکنید. خدا قبول کنه. قبول. بفرمایید. بوی آشت همه جا رو پر کرده افسانه. خوشحالم، خیلی خوشحالم. خانم یک کاسه آش میدی؟ چه سبک بالم و خوشحال. انگار با همه تنهاییم دیگه تنها نیستم. ای کاش بودی نرگسم. تا فریاد میزدم هیچ کدوم تنها نیستیم. نه من، نه تو، نه پدرت. الهی هم نشین دل یارانت برفت از یاد سراریدی مباد آن دل که بی یاد تو بنشینم. حرفای زیادی نگفته مونده و راه درازی نرفته. امروز بیشتر از هر وقتی احساست کردم. من خیلی عوض شدم محسن. دیگه بودن و نبودن یا موندن و رفتن برام غریب نیستم. حالا سر و پا به چشمای منتظری تبدیل شدم که تشنه فتح قله های بزرگترم. میدونم که میشنوی. حضور امروزت بی نظیر بود محسن.
سوغات انتظار این چنین بیشک گذشتن از دیوارهای سرد بیگانگی است با خویشتن.